کمیته دولتی امنیت ملی جمهوری تاجیکستان جهت اشکار و پیشگیری نمودن قاچاق مواد مخدر و سلاح و مهمات جنگی مقاومت به امان را به راه مانده است. زیرا گروه‌های متشکل جنایتکار ترانسملی با استفاده از مرز طولانی با افغانستان و اقلیم سخت و آسیب‌پذیر منطقه‌های نزدیک سرحدی به قاچاق مواد مخدر دست می‌زنند. در نتیجه عملهای جنایتکارانه آنها هزارها نفر گرفتار و مبتلای بیماری نشمندی گردیده به هلاکت می‌رسند. نزدیکان و پیوندان خویش را با بدبختی و خانه‌ویرانی روبرو می‌سازند. در برابر تروریسم و اکستریمیسم قاچاق واسطه نشدار عملی ننگین محسوب یافته عاقبت‌های فلاکتبار دارد. 7 میلیون سال 2023 ساعت 5:20 کارمندان مقامات امنیت و خدمتچیان حربی قشون‌های سرحدی کمیته دولتی امنیت ملی جمهوری تاجیکستان در اساس معلومات دقیق در قنات راست دیدبانگاه سرحدی دوم شرف قسم نظامی 0306 اتحادیه سرحدی 5 ریاست قشون‌های سرحدی کمیته دولتی امنیت ملی جمهوری تاجیکستان در ولایت خطلان عبور غیرقانونی سرحد دولتی جمهوری تاجیکستان را از سمت افغانستان از طرف 2 نفر اعضای گروه نشجالب افغان پیشگیری نمودند. اعضایان گروه نشجالب با امر خدمتچیان حربی در خصوصی تسلیم شدن اطاعت نکرده از سلاح آتش کشیدند. در نتیجه آتش جوابی قاچاقبر افغان حکیم ولدی عبدالله تخمینا 35 ساله زاده قریه سرخ بیتلی اولسوالی قلعه زولی ولایت قندوز جمهوری اسلامی افغانستان به ضرر گردانده شده شریک جنایتی او به سمت افغانستان فرار نمود. هنگام از نظرگذرانی جای حادثه جسد قاچاقبر افغان حکیم ولدی عبدالله زیاده از 15 کیلوگرم مواد مخدر نوع حشیش، یک عدد تپانچه مکارov با تیردان و تیر، یک عدد کمان شکاری و یک عدد کارت دریافت و مصادره کرده شد. وابسته به حالت مذکور از طرف شعبه تفتیشات ریاست کمیته دولتی امنیت ملی جمهوری تاجیکستان در ولایت خطلان با دسترسی ماده‌های 200 قسم 4 بند د 289 قسم 3 335 قسم 2 و 195 کدکس جنایتی جمهوری تاجیکستان پرونده جنایتی آغاز کرده شده تفتیشات پیشکی ادامه دارد. باید خاطررسان کرد که مرز دولتی تاجیکستان صاحب اختیار مقدس و دستنورس بوده امنیت و آرامی و تمامیت ارضی مملکت را افاده می‌کند. هر افرادی که با نیت ناپاک از جمله برای صادر کردن جنایت‌های وزین مرزشکنی و قاچاق مواد مخدر سرحد دولتی را رخنه زدنی می‌شود به صد استوار و جزای سزاوار قانونگذاری جمهوری تاجیکستان روبرو خواهد شد.